کبابی‌های شهر کابل در افغانستان شهرت خاصی دارند. در اینجا از این کوچه ها ظهر و شام چنان دود زغال به هوا برمیخیزد که حتی این کوچه ها به نام کوچه کبابی ها شهرت یافته است. 6 رقم کباب داریم، کرایی، کباب دیگه روش، کباب بودنه است، کرایی مرغ. در اینجا به این گوشت ها که در این سیخ ها گذاشتن کباب چوپان میگویند و اینهایی هم که در این ظرف ها تهیه می شود کرایی نام دارد با چندین نوع گوشت و مخلفات دیگر. هر کدام از این ظرف ها سفارش یک مشتری است. در این کبابی ها کباب را با مشتری نه به طور سیخی بلکه کیلویی حساب می کنند. یعنی در همان ابتدا گوشت خام را وزن و حساب می کنند. سر امروزه؟ امروزه هر صبحی کشتار میکنیم. صبحی وقت که نماز بکنیم بعد نماز کشتار میکنیم. کباب پز ها چوپان کباب را برای اینکه کمی نرم شود دقایقی هم داخل این زود پز ها میگذارند. بسیار باز شیرین مقبول بسیار مقبول. بیشتر این کباب پز ها از اهالی شینوار استان ننگرهار هستند. به این دلیل به این کبابی ها کباب شینواری هم گفته می شود. 20 سال میشه که آشپزی میکنیم. وقتی این طالبا که آمدیم اینجا هستیم. مشتری چطوره این روزا؟ مشتری در روزا بازم شکر است دیگه. خب قدر مزهش نیست، با خودت معلوم است که حالات افغانستان شما خودت میبینید دیگه. کبابی های کابل غذای دیگری هم به نام روش که ترکیبی از گوشت، سیب زمینی و چندین مواد دیگر است تهیه میکنند که بسیار خوشمزه است. هرچند در افغانستان مشکلات متعدد از جمله ناامنی و اقتصاد ضعیف وجود داره، اما با این حال بازار کباب فروشی ها همچنان داغ است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.